این تمدن کمابیش همه چیز را مدیون دوران باستان پیش از مسیحیت، ژرمن‌ها، درویدها، روم، یونان، اژه‌ای کرتی‌ها، فنیقی‌ها، مصریان، بابلیان. اگر مرز دقیقی بین این دوران باستان و مسیحیت وجود داشته باشد، همان مرز دقیق بین زندگی دنیوی ما و زندگی معنوی ما هم هست. داستان پرومتئوس همان داستان مسیح است که به عالم بلازمان و سرمدی فرافکنده شده است. آنچه داریم چیزی نیست جز اینکه این داستان را در زمان و مکان جای دهیم. نامه به کشیش سیمون وی، ویراستاری مصطفی ملکیان. کتابی که شروع تحقیقات من درباره پرومتئوس و اساطیر بود. البته در نظر داشته باشین که امضای استاد رو هم گرفتم با خودکار داییم که خیلی دوستش داشت. بریم سراغ داستان پرومتئوس. فصل 1 قسمت 3. درود بر همه. خوش اومدید به داستان پرومتئوس. این قسمت رو میخوام تقدیم کنم به پدر و مادرم. قسمت قبلی یه نکته‌ای داشت. نکتهش این بود که من رفتم یکم تحقیقات کردم توی یونان، دیدم که کشیش‌ها هنوز به عنوان قربانی از چربی و استخوان استفاده میکنن. دلیلش قسمت 2 در فصل اول پیج پرومتئوس. خب تا قسمت قبلی دیدیم که پرومتئوس داشت دوباره میدزدید آتیش رو و گذاشته توی یک ساقه تو خالی گیاه رازیانه و گفتم که زیاد به چیزای منطقیش گیر ندین. داستان اساطیره، مثل داستان ادیانه، فرقی نمیکنه. ادیان ابراهیمی، حالا چرکی هرچی. خب کاری نداریم. حالا داستانی که هست اینه که زئوس هفستس رو خبر میکنه. اگه تو باشه هفستس هم ناهنگر داستان ما بود. چیکار میکنه؟ میره دنبال پرومتئوس، میگیرش و میبرش تو رشیکوهای قفقاز. به دستور زئوس زنجیرش میکنه. هرچند نمیخواست این کار رو انجام بده، دوست نداشت، خودش کمک کرده بود یه بار به پرومتئوس، ولی خب دیگه فرمان زئوسه و اونم که پدرشه. یه دو تا عامل نقش داشتن دیگه این واسه. بعد اتفاقی که میفته اینه که پرومتئوس در رشیکوهای قفقاز در یک قسمتی که یخ زده است این رشته کوه و در ارتفاع بسیار بالا زنجیر میشه به رشته کوه و تمام بدنش با زنجیر بسته میشه. علاوه بر اون یه میخ به وسط قفسه سینه‌اش میزنه هفستس تا فقط سر پرومتئوس تکون بخوره. در ادامه هفستس بهش میگه که از تنبیه زئوس گریزی نیست. ولی پرومتئوس یه حرف خیلی مهمی بهش میزنه، چیزی که خیلی داستان رو عوض میکنه. برمیگرده بهش میگه من به لطف مادرم که ایژیا باشه، یک کویمین، 2 اسم داره در متون، میدونم که زئوس به دنبال یک الهه میره و بعد پسری که از اونها به وجود میاد زئوس به تارتاروس میفرسته، کاری که زئوس با پدرش کرونوس کرد. خب جالب شد. هفستس سری میدوه میره پیش زئوس، خبر رو میده. زئوس هم هرمس پسرش رو میفرسته، میگه برو ببین چه خبره، این داره چی میگه. خیلی خطرناک شد. بالاخره میخواست از داونفال خودش، در واقع خیلی کم انگلیسی بگم، سقوط خودش جلوگیری کنه. چه اتفاقی میفته؟ هرمس میاد میره پیش پرومتئوس، بهش میگه که زئوس یک دیمند داره. چرا از کلمه انگلیسی تو حرفم استفاده کردم؟ به خاطر اینکه تفاوتش رو بدونید. ازش یک توقع داره، ازش درخواست نداره. ریکوست و اسک نیست، دیمنده، توقع داره که جوابو بگیره. میگه که بعد به من بگی این کیه. پرومتئوس هم میگه من بهت نمیگم، هر چقدر میخواد منو بیاد اینجا تنبیه کنه، زجرم بده، باعث میشه من رو کنم. هرمس میگه ببین تو اولش که زئوس میاد با رعد و برق خودش، رو میدونی که زئوس خدای رعد و برقه به صورت کلی تو عام مردم و قدرت رعد و برق رو در دستان خودش داره. زئوس با رعد و برقاش میاد بهت حمله میکنه و تو رو تنبیه میکنه. بعد رشته کوه قفقاز از وسط نصف میشه، تو به داخل رشته کوه میری و برای سالیان زیاد، ایجز، چندین عصر، دیگه نور خورشید رو نمیبینی. علاوه بر اون تازه اینجا تمام نمیشه، هنوز هست. میاد یه عقابو میفرسته، کبد تو هر روز صبح میخوره تا شب دوباره این کبد تو تامین میشه، صبح دوباره میاد این کار انجام میده و تو هر روز این چرخه رو باید تکرار کنی و کبدت هی رشد میکنه. چون علاوه اینکه حالا کار نداریم، در علم هم میدونیم که در زیست شناسی کبد قابلیت رشد داره، حالا نه این شکلی انقدر تخیلی، ولی اینم بوده که خب بالاخره یه تایتان بوده، آدم عادی نبوده. حالا این چرخه که تکرار میشه، تو یه راه نجات داری، یا اینکه بیای حقیقت رو بگی خودتو خلاص کنی، یا اینکه یک خدای نامیرای دیگه، یک ایمورتال دیگه، یک جاودانه دیگه در واقع بیاد از جاودانگیش دست بکشه، جای تو رو بگیره تو تارتاروس تا تو بتونی آزاد چی بری. این هم که کسی نمیاد که همچین کاری بکنه، هیچ جاودانه‌ای هم انقدر احمق نیست، انقدر دیرسوز نیست. زندگی واقعی هم که همینه. پس این گزینه کنسل میشه.
و بعدم پرومتئوس میگه ببین هر چقدر میخواد میتونه منو تنبیه کنه، ولی من یکی روح هم نمیشکنه. برو بگو خودش هر کار میخواد بکنه، من تسلیم نمیشم. تنها شرط من اینه که منو آزاد کنه، از انسان‌ها دست برداره، بعد من اون موقع بهش میگم. مثلا میبینه آقا فایده نداره اینم حرف گوش کنید. پا میشه برمیگرده میره پیش زئوس، میگه آقا یک همچین داستانیه. پرومتئوس هم وا نمیده. زئوس هم یک حرکتی میزنه که تو قسمت بعدی قرار آدم و حوا رو ببینیم. حالا یه نکته بگم، این که این داستان پرومتئوس هم جالبه، در کشتی نوح میدونیم که داستانش از سومر و آشور میاد. این داستان هم قدیمی ترش در افسانه های سومری با نام اینکی ENKI و اعا در بابل یکم متأخرتر وجود داره که در واقع اعا یا اینکی به وجود آورنده تمدن بود و از انسان‌ها در برابر خدایان دفاع کرد. همیشه تو هم دیگه است. منتظر قسمت بعدی باشین. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین. با امید روزی که زیر نور آفتاب چیز جدیدی باشد. بدرود.